پروردگار شما شب روح شما را قبض میکند، شما را خواب میبرد. این خواب خودش یک نشانه مرگ است. خدا میگوید در سوره انعام. از این خاطر حبیبی خدا را دعاش گوش کنید. پیغمبر ما و شما چی دعا میکرد؟ الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا. هزارها شکر به سوی تو ای ذاتی که احیانا زنده گردانیدی مرا بعد ما اماتنا، بعد آنی که ما را میراندی، بعد آنی که مرا شب خواب برد، سحر با قدرت تو که من بیدار شدم، شکر به سوی تو که مرا حیاتی دوباره دادی. اگر مبادای چشمهات کشاده نشود، اگر مبادای که همون خواب قطعی را ابدی خواب برد، اینم از قدرت خداوند خالی نیست.